شما با خدا کار زندگی نداره اینجا دم کنه ما چسبیدین که چی کار میکنم، کجا هستم، کجا میرم، شغلم چیه، دارم چی کار میکنم، دارم میدم، دارم نمیدم، با یکی هستم، با یکی نیستم، با این پسرم، با اونم، با این دستشویی میرم نمیرم، غذا میخورم نمیخورم، میخوابم نمیخوابم. کار زندگی نداریم. نکنه من چسبیدین ول کنین کنه منو. برین اون ور بذار باد بیاد باد. وال بخوره کن من مثل کنه چسبیدم پشه سیاه. پشه سیاه رو هرچی کش میکنی پشه های سیاه این شما چی بویی را احساس کردین؟ چی بویی را احساس کردین از پشت من رفتادین شما پشه های سیاه؟ ول کنم نیزه این پشه های سیاه. چی بویی را احساس کردین این پشه ها از دنبال من؟ هرچی کش میکنم میاد، هرچی کش میکنم رد میکنم. فعلا دماغه یکم آمده پشت من. پشه کوش بزن نکنه به خدا باید پشه کوش بزن نکن. نکنه من چسبیدن ولم نمیکنم. اینجا موی رفت دوباره. Hej lilla kom, vi ska mysigt. Hej kom betala till mig. Jag är inte gratis. Kuni. برو بده. I don't understand English. Vi ska betala. Ja, du ska betala. Du har inte pengar, du ska betala mig. اگر زن هستی بیا جلوی که آبروی تو پاک ببرم. بیا جلو آبروی تو ببرم. بیا تو گونی. او الان دنبال مشتری هستی؟ نه مشتری خودش میاد. من الان اینجا گوشی میدارم شارژ میکنم. آبا پشت سوچانم خارش گرفته. یا کن betala ای پسرای کنی بزرای کنی باز آمدن. ای بابا من باید برم کم کم. Jag måste gå snart. کم کم بریم.
بعدن میدی نه دیگه، ما کم کم بریم سر خونه زندگیمون. گوشیم از در شارت چه میرم. یک ذره بچه نیست، قیافش نگاه کن. با او قیافه خود سیگارم میکشه. اسکول تو همش 17 سالت بیشتر نیست. دیگه کارا چی انجام میدی؟ به خدا حیف. نه سیگار واقعی یا کسکش داره، سیگار واقعی. ولش کن بابا، من چه. تو چی میکشی؟ من مرشی دلم بخواد میکشم. فقط کیر میکشم. قلیان میکشی؟ ای پشتم. چه پسرای کم سن و سال در من نگاه میکنه. مگه من بچم؟ پسرای 17-18 ساله به خدا. همش پسرای 17-18 ساله دوربر من میپلکن. فکر منم من هم سین اونایم. قیافم کوچیک نشان میده. قیافم کوچیکه، اینا فکر منم من هم سن ایناست. به خدا قسم من این بچهای 17-18 ساله، خب 17-18 ساله میدم مطلق میپرنه، مثلا دمه گیر میده، دمه نگاه مونه. 17-18 سالشه به خدا هست. تو بعد نمیبین دهنشون بزن بچه کوچولو بگم، بچه کوچولو بگم. بچه کوچولو تا هنوز دهنت بوی شیر میده. خوش من نمی از بچه های 17-18 سال کس بچه هستم. چرا نمیفهمم؟ سکولم تازه در دنیا وارد شدم. ما اون دنیایی که شما گذراندین 17-18 ساله ها، اون دنیا رو ما پشت سر گذاشتیم. شما تازه واردشون شدین. الان پول حرف اولو میزنه. الان پول حرف اولو میزنه. وی دوتا کسخل با کسخل هستن به خدایا. دوتا کسخل. این دوتا کسخل باز پس آمد. چقدر کسکش سیگار میکشه به خدا. دهنش سرویس. تو باید یک دوست پسر پولدار پیدا کنی. به خدا باید یک دوست پسر پولدار پیدا کنی. چی؟ اسکول مسکول پیدا کنی. کلشم معتاد پیدا کنی.
من یک دفعه دیسکو رفته بودم، با یک دانه پسره رفته بودم، 2 نفره. این پسره رفته بود توی دیسکو دستشویی، باز ما اونجا لبی دیسکو وایستاده بودم. بعد یه عالمه 4-5 تا پسرای عرب خوشگل آمد دور از من، گفت چرا تنها وایستادی؟ ما گفت varför är du ensam här, du är så snygg, varför är du ensam? بعد من هیچ باشون گپ نزدم، چون گفتم اینا رو با او پسری که رفتم عصبانی میشه، چون باید که بری عصبانی میشه. بعد من گفتم یا من kompis här fan ها لب چیز وایستاده بودم، داشتم مشروب میخوردم. بعد با اون پسر سیاه پوسته رفته بودم. اون پسر سیاه پوسته خیلی عوضی بود، میگفت با من دیسکو رفتی، با کس دیگه حق نداری برقصی، چرا دیسکوی من پرداخت کرده بود. عرب‌ها مواد فروش از خطرناک هستن. ما با اما آدمای خطرناک بیشتر میگردم. راست میگی ها. اونا به من چی کار دارن؟ برای من کار نداره. من این مظلوم بهشون کاری ندارم. تمام شد، خوب شد، تمام شد. من به خشاش گرفت. Ay, har ont så mycket.